آقای نیکی نجومی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید برای اینکه درباره تجربه های خودتون در رابطه با سانسور صحبت کنید. امروز 19 آگوست 2023 28 مرداد 1402 هستش. من ازتون خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنید و یک کمی راجع به تجربه خودتون به طور کلی توضیح بدید. خیلی ممنونم. نیکزاد نجومی هستم. به نیکی هم من رو صدا میکنن. در واقع پدرم از بچگی همین نیکی رو صدا میکرد و الانم با اون معروف یا شناخته میشم. کار نقاشی میکنم. نقاشی رو از خیلی میتونم بگم از بچگی شروع کردم و یواش یواش تحصیلش رو انجام دادم. با آمریکا آمدم و در آمریکا بازم تحصیلش رو کردم و هنوز به نقاشی ادامه میدم. مرسی. اگر لطف میکنید یک کمی راجع به تجربه خودتون در رابطه با سانسور و بسته شدن نمایشگاهتون در سالهای نخست انقلاب در سال 1359 به طور مشخص توضیح بدید. اگر یاد باشه موزه هنر معاصر همراه با بسته شدن دانشگاه ها بسته شد. موزه تقریبا برای یک سالی بسته شد و اتفاقی نمی افتاد درش تا اینی که تصمیم گرفتن که موزه باز بشه و وقتی که موزه باز شد با یک نمایشگاهی از کارهای الخاص و شاگردان الخاص برقرار شد. نمیدونم که نمایشگاه عنوانی داشت یا نه، ولی کارهای خیلی زیادی از بچهای کارهای رئالیستی کرده بودن و در رابطه با انقلاب، در رابطه با زن کارهای زیادی بود و من میدونم که یه مطلبی هم راجع به این نمایشگاه من نوشتم در مجله تماشا که حالا اسم جدیدش یادم نیست چی بود، ولی مجله بود که بچهای خودمون اونجا کار میکردن، بچهای دانشکده هنر زیبا، و اونا با آشنایی با من اون مطلب رو چاپ کردن. این نمایشگاه در تقریبا 2-3 ماه بود. در این مدت با من صحبت شد. یادم نمیاد که از چه طریقی، ولی میدونم که حتما رئیس موزه نبود و قرار بر این شد که چون من کارهای زمان شاه، کارهای به اصطلاح علیه شاه انجام شده بود کشیده بودم، نمایشگاه دوم کارهای من باشه، یه در واقع یه مروری بر کارا باشه. اونا میدونستن که من یه سری کار از آمریکا با خودم آوردم، یه سری کار جدیدم من انجام داده بودم، در نتیجه قرار شد که همه رو با هم به نمایشگاه بذارم. یکی از روزان تقریبا میتونیم بگیم که آخرای آگوست اون سال بود یا اوایل شهریور یا یک هفته قبل از شهریور 59 این نمایشگاه برگزار شد. نمایشگاه که برگزار شد، البته دانشگاه فارابی هم کمک کردن و ما این کارا رو توی چیز قرار گذاشتیم تو کامیون و به موزه رفت. موزه، من در اینستالیشن نمایشگاه هم دخالتی نداشتم، خودشون همه هر کاری رو میخواستن انجام میدادن و به من خبر دادن که یک سه‌شنبه‌ای که همون آخرای مرداد، به احتمال در اون هفته آخر این نمایشگاه برگزار میشه و روز سه‌شنبه‌ای برقرار میشه که به من خبر دادن که چند تا آیت الله قراره بیاد و بیشترم از طرف جمهوری اسلامی میرن. بنابراین من هیچ علاقه‌ای نداشتم که در اونجا باشم. برای اوپنینگ هم نرفتم. این سه‌شنبه است.
خبری هم نداشتم تا فکر کنم که جمعه اون هفته که پرویز کلانتری به من زنگ زد و گفت که نیکسات روزنامه جمهوری اسلامی مال پنجشنبه رو خوندی؟ گفتم نه، ما هیچ وقت روزنامه جمهوری اسلامی رو نمی گرفتیم که بخونم. گفت خب برو بگرد پیدا بکن و یه مقاله هست، مقاله رو بخون، با کسی صحبت نکن و هر چه زودتر میتونی از ایران برو بیرون. مطمئن باش که با هیچ کسی صحبت نمی کنی، با هیچ کسی اینترویو نمی کنی، جایی نمیری، جایی رو کسی رو به خونه راه نمیدی و برو. خب این خیلی خیلی تند و تیز بود این جریان. من به موزه زنگ زدم، جمعه بود، جمعه که نمیتونستیم کاری بکنیم، فکر کنم شنبه با موزه هر صحبت کردم برای دوشنبه هفته بعد ما قرار گذاشتیم که من برم موزه ببینم چه خبره. وقتی که رفتم اونجا رئیس موزه آقای فکر میکنم شفیع منفرد با هم صحبتی کردیم و گفت بیا بریم نمایشگاه رو ببین. وقتی که من نمایشگاه رو دیدم، خب تعداد در حدود از نظر من تا اونجایی که یادم میاد بیشتر از 100 تا 120 تا کار، چه کارهایی که تو ایران کرده بودن، چه کارهایی که از اینجا با خودم برده بودم، مانوپرینت، طراحی زغالی، کارهای رنگ روغن، همه رو برده بودم دیگه. تعدادی از کارهایی که بیشتر آخوند توش بود، اینا روی زمین گذاشته بودم برعکس. در نتیجه تعداد زیادی از کارها روی زمین بود. خود آقای منفرد به من گفت که این پیرمردی میاد هر بار، گاهی وقتا روزی 2 بار 3 بار، و جمعیتی رو 50-60 نفر با خودش میاره و این کارا رو توضیح میده و براشون میگه که چقدر اینا ضد انقلابیه و این کارا هم روی زمین میذارن. و ادامه داد که این کار اصلی که تو روزنامه چاپ شده بود نبود اونجا. گفتم این کار کجاست؟ گفت ما این کار رو جمعه، در واقع پنجشنبه شب از موزه خارج کردیم، برای اینکه به ما خبر دادن که سیاه‌پوشا جمعه بعد از نماز جماعت از طرف دانشگاه تهران میان به طرف موزه که حمله بکنن به موزه. بنابراین ما میدونستیم چون این عکس اینم چاپ کرده بودن این مورد اعتراضه و اینو ما خارج کردیم. کجا بردیم به من نگفت و نفهمیدیم که به هر حال چی شد. حالا ممکنه یه جای موزه قایمش کرده بودن، ولی گفت ما اینا از دسترس خارج کردیم. و وقتی که کمیته منطقه، کمیته محلم خواستیم که فردا که جمعه است بیان نزدیک موزه باشن که اگر حمله شد بتونن جلوگیری بکنن. و اتفاقا حمله میشه و تعدادی رو میگیرن با چاقو اینا که اینا میخواستن حمله بکنن جلوشون رو میگیرن و آسیبی به این کاران نمیخوره. نمیدونم که توی موزه وارد میشن ولی نمیرسن به محلی که این کارا وجود داشته. این هم مطرح کرد و بعدم گفت که خب تو یه مطلبی بنویس و ما اینو نگه میداریم. گفتم من مینویسم و میفرستیم به جمهوری اسلامی در جوابشون، برای اینکه از نظر ما یه مبارزه برای آزادی انجام دادیم و من مخالف این نیستم که اینا بیان حرفشون رو بزنن، کارا رو بزنن زمین. اعتراض دارم ولی ما نمیتونیم کارا رو برداریم.
کارا رو من خودم هم کمک کردم، دوباره روی دیوار گذاشتیم و قرار شد که نامه رو من بنویسم و بدم بهش. نامه رو ظرف 2 روزه نوشتم و 5-6 صفحه نوشتم. خلاصش این بود که این یک مورد، یعنی موردیه که دنباله کار ساواکه و مبارزه ما همونجور گفتم مبارزه دموکراتیکی هست که هر کسی میتونه حق داره حرف بزنه، صحبتشو عقیدهشو بگه. بنابراین نمایشگاه باید ادامه داشته باشه تا مدت معینی که هست بعد برداشته بشه. وقتی که دادم به رئیس موزه بهش گفتم که خب اینو بفرست برای روزنامه جمهوری اسلامی. گفت نه این کارو نمی کنیم، برای اینکه الان فضا طوریه که نیروهای جمهوری اسلامی میخوان فضاهایی که در دست طرفداران بنی صدر هست اینا رو از دست اینا خارج بکنن. در نتیجه موزه الان یه جایی که اینا فکر میکنن که طرفدارای بنی صدر نگهداری میکنن و میخوان اینو بگیرن. بنابراین ما احتیاجی نداره که بهشون این چیز رو بدیم، این حمله رو بکنیم و جوابشون رو بدیم. خب در مورد این روزنامه باید بگم که در اون زمان میر حسین موسوی چیز بود، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود و همه مطالب زیر دست اون بود و میر حسین موسوی رو من از گالری قندریز میشناختم. زمانی که دانشجو بودیم گالری قندریز با کمک 7-8 نفر باز میشه و درست روبروی دانشگاه بود و نمایشگاه میذاشت. جای خیلی خوبی بود برای ما که میرفتیم نمایشگاه رو میدیدیم و با این بچه ها پاکباز، جودت، نمیدونم بچه های دیگه همراه با حسین موسوی. ولی هیچ وقت رابطه به اصطلاح آشنایی و دوستی نداشتیم، از دور همدیگه را میشناختیم. بنابراین برای من جالب بود که حسین موسوی ادیتور اصلی روزنامه است و یا آقای به اسم سهراب هادی که این مطلب رو نوشته. اصلا نمیشناختم، اصلا نمیدونستم که با بچه‌ها که صحبت کردم گفتن آره این منقدیه که اصلا جمهوری اسلامی رو میخواد پروموت بکنه، بزرگ بکنه. بنابراین خب از فحوای کلماتی هم خود مطلبم که بخونیم دقیقاً معلومه که از کجا میاد. با فلسفه اسلامی آشنایی داره، مثل که فیلسوف این چیزایی که بچه ها گفتن، ولی من هیچ وقت ندیدمش، هیچ آشنایی هم باش نداشتم و تو نامه هم که برای موزه نوشتم که این حمله های شخصی میکنه که من اصلا نمیدونم از کجا سرچشمه گرفته. خب این آقای سهراب هادی مطلبی اولش نوشته که توضیح میده که هنر انقلابی یعنی چه و چطوری باید عقلانیت اسلامی بتونه حاکم باشه در مورد این کارا و چطوری میشه بسیار از خودگذشتگی و جان فدا کردن برای اسلام و از این محور برای بیان این که کارهای این نمایشگاه ضد انقلابی استفاده میکنه. چندین مطلب توی این نوشته هست. بگذاریم از حمله های شخصی که میکنه که میگم من اصلا نمیشناسمش. صحبتی میکنه از اینی که من در خارج بودم و در بیغولهای اونجا زندگی میکردم و مثل که
این خبر داشته که من در این بیغوله ها کجا بوده. اشاره میکنه که کارای من برای خود اونا خوبه، نه برای کارایی که نه در مورد ایران انقلابی. و همینجوری یادت میاره که به اصطلاح جانفشانی های مردم انقلابی ایران و من چجوری به اینا خیانت کردم. صحبت میکنه از اینی که هشدار میده به مردم، میگه که اگر شما به این کارا نگاه بکنید، این کارا مثل پتک محکمی هست که به سر شما زده میشه و به شما میگه واقعیت همینه، دیگه واقعیتی وجود نداره. بنابراین مردم باور نکنین. این در واقع تضادی در خود این مقاله هست. از یه جا بیان میکنه قدرت کار رو که این کارا انقدر قدرت داره، از طرف دیگه سعی میکنه که بگه که اینا چیزی نیست. و برای یه تیکش رو من میتونم برات بخونم. پندار این مسئله که نیکزاد نجومی در ارائه کارهایش به وقاحتی قاطع رسیده است و تمام حملات و هجوم‌های ذهنی و پلیدی‌های فکرش را متوجه خط امام و ارگان‌هایی که در حرکت راستین و پویای انقلاب مؤثر افتادن نموده است شکی نیست. اینجا باز میتونیم ببینیم که چطوری حمله شخصی میکنه. یعنی من نمیدونم این وقاحت قاطع چی میتونه باشه، این پلیدی های فکری چی میتونه باشه. اون اتفاقی رو که ما میدیدیم اتفاق بزرگی بود که داشت میافتاد و در این حال این کارا نشون میداد که انقلابی که ما براش به اصطلاح کار کردیم داشت از دست میرفت، به دست یه عده‌ای میافتاد که الان دچارش شدیم. یا اینی که در جای دیگه میگه که آقای نجومی شما رو که تازه از گرد راه رسیده چگونه پذیرفتیم و در آغوش گرفتیم. شمایی که سالیان سیاه اختناق را به دور از اندیشه‌های سازنده در بیغوله‌های متعفن غرب غوطه‌ور بودید، چگونه در وزش اولین نسیم آزادی و پاک انقلابی رای بخشمان پذیرفتیم. پس چرا ایستادید و نسنجیده به تصویر در آوردید هر آنچه را که در صفات ناپاکان بود و نسبت دادید به پاکان و طالبان و حق و شیفتگان راه خدا. خلاصه این نقدی بود که حالا کلی مطلب هست دیگه توی این میشه پیدا کرد و انگشت گذاشت روش. در ضمن در همراه با این نمایشگاه یه نمایشگاه از کارای سراب سپهری بود در پشت این نمایشگاه و کارایی بود که سپهری در تحت تاثیر ژاپن انجام داده بود و این خودش هم میگه رنگ‌های ساده، فرمای ساده و توضیح میده که این نمایش به مسئولان موزه میگه که این نمایشگاه که بایستی مورد توجه قرار میگرفت و به اهمیتش پی برد که مهم بود برای جمهوری اسلامی، ولی نه این نمایشگاهی که شما گذاشتین. در واقع یه جوری به موزم داره میتوپه که مواظب باشین، شما هم در خطرین. اینکه من خود این آدم اصلا اولین باری بود که این مطلب ازش خوندم یا اسمش رو شنیدم دیگه روشنه. اینکه آقای حسین موسوی سردبیر این روزنامه است باز معلومه. اینکه آقای موسوی به احتمال زیاد منو میشناخته معلومه. اگر موسوی فرض کنیم که یک سمپاتی هم حتی به من داشت، نبایستی قبول میکرد یه همچین مقاله‌ای رو توی روزنامه. وقتی که این مقاله تند و حمله شخصی مستقیم رو میذاره یعنی موافق این مقاله است. در نتیجه بدون شک نظر داشته دیگه.
بدون شک در ارتباط بوده و قبول کرده که این چاپ بشه اونجا. اگه بخوای یه ذره کانتکست بدی، اون زمان سالهای 58 59 60 زمانی که این پاکسازی مذهبی ها و دینی ها علیه چپ ها داشته اتفاق می افتاده و اینجا هم می بینیم که در واقع این مرزبندی ها داره روشن اتفاق می افته. یه ذره میتونی بیشتر توضیح بدی که این مرزبندی ها در اون تجربه‌ای که داشتی رو همون سال مثلا 58 59 چه شکلی داشت؟ سالهای اول انقلاب که من همون 2 سال 57 و 58 59 اونجا بودم، به خصوص بعد از انقلاب ما شاهد این بودیم که چطوری این سیاه‌پوشایی که همراه با جمهوری اسلامی بودن به دانشگاه حمله میکنن، به کتابخانه ها حمله میکنن. من خودم شاهد بودم که کتاب ها رو پاره میکردن، با چاقوی تیزی که داشتن پاره میکردن و دست جلو دانشگاه کتاب فروشی زیادی بود دیگه، به اینا حمله میشد و این کتاب فروشی ها بیشتر با نیروهای چپ بودن، بیشتر کتابای چپی رو میفروختن. در نتیجه این مبارزه به اصطلاح چپ و راستی که ما الان میبینیم به جای دیگه رسیده، اونجا روبروی هم بود، منتها یکیش غالب بود یکیش مغلوب بود، یکیش آردیزم شکست خورده بود. یعنی ما میدیدیم که اینا با خشونت زیادی وارد عمل دارن میشن. تمام حالا ما بیشتر وقتمون جلو دانشگاه بود دیگه، اونجا تظاهرات میدیدیم و هم زدن تظاهرات میدیدیم از طرف این سیاه‌پوشان و آدمای معمولی تر، آدمایی که معلوم نبود که از کجا آمدن. البته ایرانی بودن، نه اینه که نبودن، دهاتی بودن، بعضی هاشون هم بچه های دانشگاه بودن. در واقع همه جور آدم تو این قضایه ها بود، ولی مورد حمله قرار میگرفت نیروهای حالا میانه چپ. ما که نمیشناختیمشون ولی میدونستیم اینایی که مورد حمله قرار میگیرن ظاهرا مخالفین جمهوری اسلامی هستن و توی این روزنامه هم میبینی که شدیداً حمله میکنه. البته نمیگه که من مثلا سمپات چپم یا فلانه، ولی به طور کلی داره میکوبه و نه تنها اینو میکوبه، حتی در حاشیه هم که اینجا هست موزرم بهش اشاره میده که شما در واقع کار ضد انقلابی دارین انجام میدین، که بعدا نشون میدن که خب بالاخره اگر فرض کنیم که مبارزه بین جمهوری اسلامی بود و نیروهای موسلی بنی صدریا باخته بودن زمینه رو. یعنی اینجا هم میتونیم ببینیم که مثلا رئیس موزه وقتی که من جواب این نامه رو دادم حاضر نشد که نامه رو بفرسته به جمهوری اسلامی، یعنی میترسید از اینکه این کار بکنه. در نتیجه این مبارزه کاملا از همون روزای اول معلوم بود و با خشونت زیادی هم همراه. اوایل انقلاب با بنی در تماس بودم از طریق یک قابسازی بود اونجا که ارمنی بود، یادم نیست اسمش تیرداد بود. خیلی خیلی پسر خوبی بود، قابای خیلی خوبی درست میکرد و آرتیست ها بیشتر باش کار میکردن. خونه اون دعوت شدم یه شب تا صبح با بنی در راجع به انقلاب صحبت کردیم تا صبح. اون طرف شاه بود، من برندهش، اینقدر تا صبح واقعا نه خوابیدم. 7-8 نفر دیگه هم بودن. اینی که داری میگی این داستانی که گفتی مال این بعد داستان انقلاب؟ نه
هنوز انقلاب نشد. درست. به مشهد حمله کرده بودن، عده تو بیمارستان ها کشته بودن دیگه. حالا ما شهید بازی در آوردیم و خلاصه اون فقط میگفت ایران شاهنشاهی امکان ندارن، هر راه دیگه ندارن. بلافاصله وقتی که انقلاب شد، دانشکده هنرهای زیبا خود دچار تغییرات زیادی شد. از جمله یک کمپینی را افتاد بر علیه بنی توی دانشگاه. تمام تصویرهایی که اون نمایشگاهی که قبل از انقلاب داشت، سال قبل از انقلاب، که منم دیدم نمایشگاه رو، اصلا با اون گالری دار، گالری شهر گذاشته بودن، خیابان شاه رو کشته بود. خیابان شاه یه کیر بزرگی گذاشته بود اون وسطش، نمیدونم لخت خودش رو گذاشته بود. بنی آخه دیگه حالا بوی تظاهرات اینا هم داره میاد، هنوز انقلاب شروع نشده ولی تظاهرات داره میشه، احساسات داره عوض میشه. گفتم آخه نمیذارن، این نمیشه. این گفت که گالی دارم با هر چی بخواد. گذاشتم بلا فاصله اونم اصلا برد زمانشاه بردنش دادگاه. که نمایشگاه چی بود؟ زمانشاه عکس های اون نمایشگاه رو فتوکپی کرده بودن، تو کمپینی که برای بنی بود توی فضای دانشکده هنر زیبا گذاشته بودن که این ضد انقلاب بنی هم چیز شد دیگه، مخفی شد. گاهی تلفن میزدن. یکی از تلفن‌هاش هم این بود که تو اگر با چریکا در تماسی، ببین اینا میتونن کاری بکنن که منو از اینجا فراری بدن. گفتم تو باشی چطوری تو فکر میکنی؟ چرا باید فکر میکنی چریکای فدایی تو رو نجات بدن؟ شاهکار. روزی که با آقای شفیع قرار گذاشتیم، خب سالن وقتی وارد موزه میشی، سالن بزرگ اصلی کارا نبود، کارای خود کلکشن موزه بود. بعد اتاق دیگه بود، از اتاق دیگه یه راهروی هست که اون راهرو وارد یک سالن گرد دیگه میشه که کارهای بزرگ من اونجا بود. تو این راهرو و راهروهای بغل دیگه تمام کارهای کوچیک مانوپرینت و این چیزای کوچیک بود، ولی کارهای بزرگ بیشتر تو سالن پایینی بود که فضای بزرگی داره و کار بزرگی میشه گذاشت. و راهرو هم کارهای کوچیک بود، بیشتر راهروهایی که بود کارهای کوچیک اون تو بود. این وقتی که ما وارد شدیم، خب من میدم هر اصلا بین 3-4 تا کار 2 تاش پایینه روی زمین گذاشته. بعد نگاه میکردم مثلا میدیدم تمام اونایی هم که آخوندی توشه، زن چادری توشه، نمیدونم، به هر حال یه جاهایی بود که نقد میکرد دیگه. بعدم تعدادی از کارا رابطه بسیار کارگرد و زن و آخوند رو بررسی میکرد. البته توی بعضی از کارا آخوندها تنها یه بلایی داره به سرشون میاد یا یه اتفاقی به سرشون میاد، ولی در مجموع نمیشه گفت که صرفاً بر علیه آخوند بود. اما میتونیم بگیم که اگر یه کارگری اونجا لخت وایساده با یه آخوندی، اینا اونم گذاشته بودن، برعکس گذاشته بودن. حالا مثلا میبینیم چند تا کار سفید هست که میتونیم ببینیم که بیشتر این کارا
نشان اینه که یک سمپاتی به طرف کارگرها هست، به طرف زنها هست. آخوندا maybe not اینو حس کردم و به همین دلیل بیشتر این کارا رو گذاشته بودن پایین. از کار بزرگ اون یکی که اصلا نبود، بعضی از این کارا هم از رو دیوار پایین بود. برای من هم جالب بود که چطوری به خودشون اجازه داده بودن که میدونی کار خودشون از رو دیوار بردارن بذارن. خود این یک تجاوزه، یک خشونته و این نشون میداد که برای ما با یک جمعیتی سر کار داریم که حداقل ادب و نزاکت در شرایطی رو نگهداری بکنن. هیچی براشون مهم نبود. وقتی که کارا گذاشته بودن پایین، فقط گذاشته بودن روی زمین یا برگردونده بودن رو به دیوار، تکیه به دیوار بود، ولی پشت کار به ما بود، به بیننده بود. بنابراین اون روز که تو رفتی موزه در واقع تعطیل بود. اگر کسی مردم میومدن تعطیل بود هیچ کس نبود. پس در واقع نمایشگاه رو احتمالاً به فاصله چند روز بعد از در واقع انتشار مقاله تا سیه روی شود بستن. به نظر میاد چند روزی بوده، ولی من هر چقدر سعی کردم پیدا بکنم که یه هفته بوده، 2 روز بوده، چند روز بعد از نمایشگاه، بعد از اون روزی که به اصطلاح من رفتم اونجا نمایشگاه باز بوده. به هر حال بدون شک چند روزی باز بوده. بعد اینا تصمیم گرفتن که بیارن پایین. چه گفتگویی داشتی توی وقتی قدم میزدی تو راهرو؟ آیا شفیع با تو بود؟ آیا و چه گفتگوهایی با هم دیگه داشتیم؟ بیشتر از گفتگویی که با رئیس موزه داشتیم این بود که چطوری این عمل داره صورت میگیره و سعی میکرد برای مشخص بکنه که یه پیرمردیه که خیلی خوب شاید هم خود همین سهراب هادی بوده. I don't know که برای که ریش داره و اونجا همه ریش دارن، ولی از فلسفه حرف میزده، از آرت حرف میزده، توضیح میداده این کارا چیه. این آدمی که پرچم دستشه، مثلا پرچم سبز احتمالا اون تیکش قرمز آتشش داره میگیره، براشون توضیح میداده که اینا یعنی چه و توضیحاتش به نظر اون تا اونجایی که شنیده کاملا نشان میداده که این کارا ضد انقلابیه و توضیح میداده که خب ما راجع به اینا بیشتر صحبت میکردیم. بعد راجع به اینی که چطوری حمله اصلی الان به مواضعی که بنی صدر داره، مواضع اینستیتوشن های فرهنگیه که بیشترش دست طرفدارای بنی صدره و جمهوری اسلامی میخواد اینا رو پس بگیره. در نتیجه یه مبارزه اونجا بین این تا نیرو وجود داره که موزه الان مورد حمله قرار گرفته و این نمایشگاه بهترین چیز رو داده، بهترین بهانه رو داده دست جمهوری اسلامی که بتونن موزه رو از دست بنی صدر جا بگیرن. حدس تو اینه که چه کسی دستور بستن نمایشگاه رو داده یا چه کسی بیشترین اصرار رو کرده برای اینکه نمایشگاه بسته بشه؟ نمیدونم چه کسی دستور رو داده. من فکر میکنم خود موزه به این نتیجه رسیده بود که خطرناکه.
یعنی در گفتگویی که با رئیس موزه داشتی احساس میکردی که او در بعد واقع آره اون وقت نه اون وقت فکر نمی کردم که خود اون این کارو بکنه، اصلا فکرش نمی کردم واقعا که کار پایین بیاد. ولی خیال رفتنم من نداشتم، آمدن آمریکا رو من هنوز نداشتم، هنوز فکر میکنم من اونجا میمونم برای یه مدتی. بنابراین چیزم تازه اولین باریه که ما مثلا یه مجموعه از کارهای من اونجا نمایش گذاشته شده. خب خیلی برام مهم بود که مثلا این نمایشگاه دیده بشه. به هر حال مال تعدادی از کارهای جدی آمریکا رو من با خودم برده بودم و خیلی فرق داشت این کار با کارهای هنری که توی ایران انجام میشد. در نتیجه خیلی خوب بود. اگر حالا بگذاریم از این کار که یه کمی حال و هواش عوض میشه، ولی کارهایی که مثلا از آمریکا برده بودم کارهایی بود که میتونست خیلی جذاب باشه حداقل برای عده‌ای، ولی خب اصلا نشد. یعنی برای من خیلی مایوس کننده بود اصلا به طور کلی و فکرم نمی کردم که مثلا رئیس موزه واقعا این کار بکنه. با نمطری هم که من نوشتم فکر کردم میتونه نگهداری بکنه، ولی خب به احتمال زیاد حتما تصمیم گرفتن که یا خودش یا با مشورت با آدم های دیگه. برای رئیس موزه تنها آدمی نبود که تصمیم بگیره، باسی با آدم های دیگه هم صحبت میکرد. برای این آخرین صحبتی بود که من با اون داشتم و بلافاصله اقدام کردم که از آمریکا خارج بشم و اولین بلیتی که گرفتم که ولی طوری بود که وقتی رسیدم به آلمان که اولین کشوری بود که رفتم برای ویزا گرفتم، اونجا فهمیدم که حمله شد به ایران و دیگه گذشت. ما دنبال چیزی نبودیم. من خودم به شخصا مثلا فکرش هم نمی کردم که مثلا من میتونم این کار رو پس بگیرم یا دنبالش بدم. شرایط خیلی بد بود، شرایط جنگ و مردم حالا ما پاشیم بدیم گذشت تا بعد از جنگ یواشاش تماس گرفتیم که خب این کارا چی شد. کاری که توی موزه نمایش دادی بیان انتقادی بسیار روشنی داره در بسیاری از موردها. دو تا کار به خصوص توی اون مقاله چاپ شد و به نظر میرسه اونها هدف قرار گرفتن. میشه خواهش کنم یک کمی توصیف بکنی این کارا رو برامون که دقیقاً چی هستن؟ خب در واقع الان که نگاه میکنم به این کارا ببینم در واقع شرایط روز رو من داشتم کار میکردم به اضافه یک خیالی که در واقع ایمپاسیبل بود. شاید اون موقع به دلیل افکار چپی که داشتم مثلا اینجا آقای خمینی هست با کارگر و دهقانی که هست و زن چادری، ترکیب این 4 نفر خیلی چیز جالبیه، ولی almost impossible که تو مثلا میتونستی این کارو در واقعیت این اتفاق بیفته. ولی بقیه اینا تمام اتفاقاتی که داشت میافتاد. نمازی بود خوانده میشد، شهیدی بود که اونجا افتاده بود. این بخش هاستیجاز گروگانگیریه، دوباره آدمای معمولی که اونجا هستن زد و خوردی که بیرون میشه و این شاید آخرین کاری بوده که انجام دادم اونجا، به که هاستیجا توی این کار هستن. اولا بگم که
تایتل همه این کارها، این 10 تا کاری که در اون زمان انجام شد به اسم گزارشی از انقلاب، مثل یه در واقع ریپورتیه که از اوضاعی که اون وقت داشت اتفاق می افتاد در اون زمان یا در اون روز که من تحصیلش بودم انجام می گرفت. این صحنه که فکر میکنم که خلخالی به کردستان رفته بود و تعدادی رو اعدام کرد. اینجا یک کرد، قبر یک کردیه که بعد از اینی که کشته شده یا اگر بوده، من به عنوان نشانی از کاری که انجام گرفته گذاشتم و دختر و بچه‌ای که این داره. پاسداری که به ترتیبی از لباساش دارم فکر میکنم که درست انقلاب انجام شده، این کلاه سربازی رو بچه‌های تو خیابان که ماسک داشتن پیدا میکرد، رفته بودن حمله کرده بودن، گرفته بودن. در نتیجه از این میتونیم بفهمیم که یک سرباز پاسدار نیست، یک آدم معمولیه که با چیز داره، با از نظر من حمله کرده بود و کلاه رو داده. حالا توی مقاله‌ای که نوشته جالبه، پشت سر خمینی و خلخالیه و بقیه آخونده. طبق گفتار این روزنامه میگه من کشتن کردا و آوردن این دختر و بچه اینجاست و از خمینی میبینم، برای که خمینی داره از این راه میاد به این طرف. یه همچی تفسیری داشته که نزدیک به اون چیزی که من داشتم، برای که من اینجا دارم میگم که از این اتفاق افتاده، اینه که داره میاد. ما بقیه رو میبینیم اینجا باز مبارزه سبز و قرمزه که باز نشون از دو نیروی مخالف هست. شهیدی هست که اونجا از بین رفته، باز ارزش بیشتری داده میشه بهش در اون منطقه. ماهی که خونیه، آدمایی که در حال فرار هستن، همه اینا دور این میچرخه که این باعث این اتفاق ها شده. به همین دلیل کاملا اینا حس درستی کرده بودن. یعنی به هر حال نقد درست زبان تند و چیزی داشت، ولی بعضی از نکاتی هم که میگه درست میگه، یعنی گرفته بودن. خلخالی موجود وحشتناکی به نظرم میامد و هم توی کردستان این کار کرد، یعنی عده‌ای رو اعدام میکرد صبح و ظهر و شب، و هم توی گرگان که یه سری کارهای گرافیک هم من در مورد انجام دادم و اینا شدیداً اذیتم میکرد و نمیتونستم کار دیگه بکنم جز اینی که یه کاری در این کارا یه کاری بکنم که حداقل یه مشتی زده باشم، میدونیم، که بشه جواب این به اصطلاح جنایتی رو که اینا انجام میدادن نشون بده. خب مسئله اعدام و اینا مسئله نبود، اون عکس‌ها رو من میدیدم، نگرم میداشتم، اون زمانم تمام این عکس‌ها رو من جمع میکردم. ولی خب من مثلا کار ونگوگ، کار گویارم به خاطر دارم که دارن چجوری اعدام میکنن، اون میده سوم می در نتیجه. ولی خب اون کارا رو نمیخواستم انجام بدم. عکس به اون خوبی اونجا وجود داره، you can't do that. ولی اینو من از جاهای مختلف گرفتم. اینو از یه جا گرفتم، این دوتا رو از یه جای دیگر گرفتم، این از یه جای دیگه است. در نتیجه ترکیب اینا میتونست یه همچین حالتی رو ایجاد بکنه که بسیار تأثیر گذار باشه، نه اینکه ادامه یه نفر. تصویری که تو ترسیم کردی از شهید درست قبل از
جنگ ایران و عراق هستش و بعدها تصویر شهید یک قالب کلیشه‌ای خیلی عجیبی پیدا میکنه، کاملا. ولی تو اینجا تصویری بسیار واقع گرایانه داری ارائه میکنی. میشه کمی بیشتر توضیح بدیم؟ من در اون زمان باز در موقعی که در ایران بودم خب خیلی تو تمام تظاهرات ها میرفتم و خصوص میرفتم به زهرا، اونجا مردشور خونه رو به طور مرتب میرفتم میدیدم. گاهی وقتا اگر میشد عکس میگرفتم مخفی از داخل یا خارج، یه مقداری از این کارا میکردن و میدیدم که اینا به چه شکلی هست و این سمپاتی رو داشتم. این سمپاتی به هر حال یه چیز اسلامی بود که هنوز مونده بود اون تا اون وقت. الان دیگه اونجوری نیست. الان شهید به نظرم، الان من بدون شک از این نظر کاملا عوض شدم. هیچ اون ارزشی که اون وقت میدادم دیگه نیست. دیگه برای من مهم نیست چه اتفاقی افتاده. ولی اون موقع خب به هر حال اینا جوانایی بودن که کشته می شدن و آدم ناراحت می شد. این نشانه این بود که هنوز اون ارزش رو من برای این جمع قائل بودم. حتی اهمیتش اینقدر زیاده که چیز دیگه مسلط به تمام تابلو. این بخشم که تظاهرات و مردم از چیز فرار کردن، در یه جایی جمع شدن، دارن خودشون رو حفظ میکنن. از نظر من هم چپات توش بودن، هم جمهوری اسلامی. یا مطمئن نیستم که این بخش متعلق به زمان کرفیو، زمان شاه، آخرای شاه یا بعد از انقلابه. برای بعد از انقلابش پرچم سرخ و سبزش روشن میشه، معلوم میشه که قبل از انقلاب نداشتیم این ترتیب. کار دیگه هم که من از نظر استایل داشتم میکردم این بود که خب تمام انجام کار یه کاری که شبیه میتونید براش ورکای کارهای قلمی آمریکاییه تا چیز دیگه، و تقسیم بندی این یه نقاشی در یه نقاشی دیگه بازم از تفکر از بخش آمریکا میاد. اما استراکچری که به نقاشی داده شده از تپه های مینیاتوری استفاده شده و این تپه ها اینجا درخت و تپه و این تپه ها خونیه دیگه، سبز و اینا نیست. این تیکه ها خلاص اینا جزئیاتیه که بازم در همون زمان مشغولیات هم این بود که خب این ترکیب و چجوری میشه انجامش داد و نشانه هایی از بسیار نقاشی ایرانی هم توش باشه. این یه تظاهراتی بود در بولوار کشاورز پشت دانشگاه بود دیگه، نه؟ یه سرش میخورد بزن و تظاهرات عظیمی برپا شد به وسیله چریک‌های فدایی خلق که به یک مناسبتی 9 نفر از چریک‌های فدایی رو کشته بودن و اینا رو جنازه ها رو همینجوری پوشیده توی بولوار کشاورز آوردن. جمعیت 100,000 نفری، من نمیدونم چرا. بولوار پر بود از آدم، همه جوان، همه زیر اینا چیزا رو گرفته بودن و این 9 نفر رو با هم می‌بردن. این صحنه خیلی من تحت تاثیر این صحنه قرار گرفتم، به خصوص اینی که از کوچه های که به بولوار میخورد جمهوری اسلامی
کارگرا رو با اتوبوس می آورد با لباس کارگری که اونا حمله بکنن به این جنازه ها و اونا حمله میکردن و توپ مینداختن و اونا شعارهای زنده باد کارگر نمیدونم مرد در فلان، مغز آدم تکان میخورد. از یه طرف اونا دارن به خاطر کارگرها تظاهرات میکنن، شعار بده اونا میدن، کشته هاشون رو دارن میبرن، از طرف دیگه کارگرها به اونا حمله میکردن و توپ مینداختن به طرف اینا. تنها چیزی که من میتونستم انجام بدم با اینکه میدونستم میتونه شبیه جیم داین باشه اون کار، این قلب رو گذاشتم به دلیل اون موقعیتی که اونجا داشت انجام میشد. خب این هم باز دنبال همون گزارشی از انقلاب، صحنه‌های واقعی که اتفاق می افتاد. اینو فکر می‌کنم خامنه‌ای که خمینی اینجا دیگه پاسدار خودشو داریم، انقلابیونی که دستای خونی داره، بازم از نظر استایلستیکلی جالبه. اون وقت من این تکرار رو انجام میدادم، هیچ دلیلی نداره ولی این کار انجام میشد. در این روزا بیشتر انجام میدم ولی متوجه شدم که اون وقتم انجام میدادم. به هر حال بخش زنا که مسئله، اینم بگم که اولین تظاهرات زنا بر علیه جمهوری اسلامی من تو اون جمع بودم، جلوی صف بودم با یه عده مرد زنجیر بسته بودیم که جلوی حمله چیزا رو بگیریم، حمله حزب اللهی رو. البته بیشتر اونا زنای چیز بودن، زنای چادری هم توشون بود، ولی این بیشتر نشان اون بخشیه که زنای اسلامی هستن. برای موقعیت روز اون زمان رو نشون میده. بعضی از کارا در آمریکا انجام شد. این در آمریکا. تفاوت بین این دو سری رو چطوری توصیف میکنی؟ اینجا بیشتر احساس، یعنی فرمالیستیکلی بیشتر تحت تاثیر نقاشی آمریکاست. فضاهای خالی زیاد داره، بعد نوشته توی کار میاد. منتها این بخشا اینا از کتاب مانی میاد که من مصور کردم. اینا اون ستونایی هست که توی در کتاب منیاتور گذاشته میشه که توشم به اصطلاح شعرها میاد. من دیگه اون شعرها رو برداشتم، اینا خود اون بخش ها رو گذاشتم اینجا به عنوان یه فرمی که مدرنی که میتونه توی کار انجام بشه. ولی از نظر موضوع ما میبینیم که به اصطلاح وحشتی هست، یه چیزی هست که جلوت میخواد بگیره و تارگتی هست، نیمه تارگتی وجود داره. اینا دیگه برمیگرده به اون احساسات به اصطلاح، یعنی درامایی که من میخوام. هنوز انقلاب هم نشده، مثلا به احتمال 1 سال 2 سال قبل از انقلاب تو آمریکا هم انجام شده. هیچ وقتم فکر نمی کردم انقلابی هم انجام بگیره، ولی نزدیک به اون کارا. یعنی اون کار میشه دید که به جز اینی که صحنه‌های انقلابی تره، یعنی نسبت به روزی که انجام شده مطرح میشه، ولی از نظر استایل اینا به هم نزدیکه. یه مقداری هم مانو پرینت داشتی توی نمایشگاه که بسته شد، اگر دوست داری کمی راجبه. آره، توی نمایشگاه یه سری مانو پرینت داشتم که در حدود شاید به احتمال 30 تا باشه. کارهای کوچیکی هن، خیلی با کارهای بزرگی نیستن، ولی کارهایی که بالبداهه انجام میگرفت و هر فکری که اونجا بود به نظر می آمد میتونستم پیاده بکنم، هیچ مشکلی هم نداشتم. بعد بود میداختم دور، خوبم بود نگرش میداشتم. خب بعضی هاشون در آمریکا انجام شده بدون شک.
خب ببین اینا تمام اینا مثل اتودایی بود که من انجام میدادم. من هیچ وقت فکر نمیکردم که ما در یه زمانی اینا رو مثلا توی یه مروری بر آثار من میتونیم بذاریم. برام خیلی جالب بود که چون تعدادش هم زیاد بود، من ممکنه 30 تا 40 تا از اینا تو نمایشگاه داشتم. بنابراین اتودای هم هست که بعضی شبات یادداشت میکردم مثلا این تو بهشت زهراست، سر قبر یکی گلی که آمده بیرون از برام. مانوپرینت هم یه خاصیتی برام داشت که خیلی برام جالب بود. این بود که بالبداهه روی خود زینک یا شیشه یا هر چیزی که داشتم جلو دستم بود میتونستم این کار رو بکنم و بلافاصله رنگ بزنم و یه چاپ تکی بیارم که مقدار زیادش نمیدونستم چه اتفاقی میفته، مقدار زیادش تصادفی در میامد و برام خیلی جالب بود. خیلی هم راحت طراحی میزدم، خیلی راحت رنگاشو میزدم، هیچ نوع ابایی نداشتم. بعد از صحبت که با پرویز کلانتری انجام دادم و بعد از این که خودم رفتم نمایشگاه رو دیدم و با رئیس موزه صحبت کردم، متوجه شدم که بودن من دیگه معنی نداره. تمام آرزویی که ما در رابطه با آزادی و انقلاب داشتیم همه برآب رفت. یعنی واقعا مایوس شدم و گفتم که من خیال برگشتن نداشتم واقعا. یعنی تمام سعیم این بود که ناهید و سارا برگردن بیان ایران. با ناهید که صحبت میکردم اون میگفت که نه، اوضاع اصلا خوب نیست و من حاضر نیستم با سارا بیام. در نتیجه بعد از این اتفاق فهمیدم که درست میگه و time to go، باید پاشم برم. مثلا این بود که کارا رو چکار کنم. فکرم این بود که اگر بخوام بمونم و کارا رو پس بگیرم ممکنه خب من خودم گرفتار بشم. اگر گرفتار بشم معلوم نیست چه اتفاقی میفته، ازم خود کاران میره. بنابراین باید از کارا بگذرم. مهم این بود که باید خودم رو راضی میکردم که از کارا بگذرم و ول کنم بیام. از همون دو سه روز بعد از صحبت های رئیس موزم به نتیجه رسیدم که دستت بناییدن یه صحبتی کردم و دیگه تصمیم گرفتم که بلیط رو بگیرم. بلیط هم یعنی اولین فکر کنم پروازی بود که بعد از یه مدتی داشت انجام میشد، بلافاصله گرفتم. منتها در این مدت کاری که کردم بچه های ایتالیا، ایرانی ایتالیا تو ایران بودن که یکی از دانشجوهای فارابی باشون رفیق بود. اون گفت که مسئله من ویزا بود که ویزا بگیرم برای کشوری که پاشم برم. تونستم از ایتالیا از آلمان بگیرم ولی میدونستم خب کافی نیست. به این که گفتم که من با این بچه های ایتالیایی صحبت میکنم. پاسپورت من گرفت، اینا شانس من بود، پاسپورت من گرفت به اونا داد. اون بچه ها بردن سفارت ایتالیا، ویزا رو گرفتن، به ایتالیا رو آوردن دادن دست من. در نتیجه اون بهترین خبری بود که من داشتم و میتونستم با یه اعتمادی بیام بیرون که بتونم برگردم آمریکا. آمدن به این سادگی نبود دیگه. به سفارت ایتالیا واقعا از ساعت 6 و از ساعت 4 صبح آدم جمع میشد
اینا 9 باز میکردن 11 میبستن. 2 روزه رفته، برای روزام تعطیل بودن. نمیخواستم با ایرانی ها کار بکنم. خیلی خیلی وحشتناک بود. انقدر آدم بود، انقدر گریه میکردن، انقدر تو سر خودشون میزنن. unbelievable. سالها گذشت، من فقط همین نامه رو داشتم تا همین روزنامه بود که با بحثی هم که با با موزه میکردیم همیشه دینای بود دیگه، هیچ وقت صحبتی نبود. تا زمانی شد که فکر کنم سالهای آخر خاتمی من رفتم ایران، با ترس و لرز رفتم. البته اتفاقی هم نیفتاد، همه چی هم خیلی خوب بود. یه کارم باید انجام میدادم، مثل شیرین قرار بود که یک اون وقت ویدیو ونیز آمده بود بیرون، یا یه ویدیو آمده بود بیرون که آقای سمی آذر که اون وقت رئیس موزه بود میخواست اینو ببینه و تماس گرفته بود که این ویدیو رو بوم بدیم و شیرین از من خواسته بود که این کار رو بکنم. در نتیجه من قرار ملاقاتی با آقای سمی آذر گذاشتم و رفتیم صحبت کردیم و کار شیرین رو دادم و خیلی هم استقبال کرد و همه حرفا. من دیدم که خیلی he's kind of gentle, he's not hostile، نداره برخورد خوبی داره و اینا. گفتم که خب آقای سمی آذر، اینجا من یک نمایشگاه داشتم در این موزه در زمان انقلاب و در حدود 120 تا کار اینجا بوده. خواستم ببینم که شما خبر دارین، میدونین این چی شده. خیلی تعجب کرد، به انگلیسی گفت It's a shame for a museum to lose that many works. گفت حالا کی برمیگردی؟ گفتم مثلا 2 هفته دیگه. گفت پس تو به من وقت بده که من بتونم چیز کنم، جستجوی بکنم، ببینم که این کارا کجاست و چجوری. بعد از 2 هفته تلفن زد، گفت من رفتم اونجا گفت که باز به انگلیسی گفت you have a nightmare، همچی اتفاقی توی این موزه نیفتاده، همچی چیزی ما نداریم. گفتم آقا سمی آذر، یک روزنامه هست که میشه ثابت کرد که این در این موزه این نمایش ها انجام شده. من نداشتم این روزنامه رو، ولی خب میدونستم هست. با چند تا از بچه ها تو ایران که تماس گرفتم، اینا تونستن خودش رو پیدا بکنن، برای من کپی گرفتن و یه کپی براش فرستادن. کپی رو که میبینه بعد از یه مدت، بعد از 1 سال به خانم والیپور خبر میده که یکی از گالری دارای تهران که باش کار میکرد که به نکسات بگین که 40 تا از این کارا پیدا شده و باید ثابت بکنه که متعلق به اونه. خود این روزنامه ثابت نمیکنه دیگه. خواستش این خود اونم که 1 سال بعدش رفت، احمدی نژاد آمد، رابطه ما با موزه قطع شد. بعد از احمدی نژاد نمیدونم کی بود، برای رئیس موزه عوض شد. کسی که آمد آقای مولا نوروزی بود. اون گفت که آره من فکر میکنم در حدود 80 تا از این کارها اینجاست.
و وکالت بگیره، ما ببینیم چه میشه. مثل بعد از نوروزی آقای که آمد پیغام داد ما نه من مشکلی ندارم، ما میتونیم این کارو بدیم و مطمئن تو باید این وکالت رو بدی. اوکی. ازش خواهش کردم که در ضمن اگر میتونه هم بگه چند تا کار داریم، هم عکسی اگر ممکنه برام بگیره. این عکسایی که هست عکسایی که آقایی گرفته و پیغام داد آره من این کارو میکنم، تو شما وکالت نامه رو بفرستین، من اجازه میدم که این بیاد بیرون. بهمن بود که مریضم بود، بهش خبر دادیم که آقا داستان اینه. باشه من میرم. بعد از یکی از دفعاتی که مثلا 2 روز قبلش کیموتراپی کرده بود، با پسر خواهر من و یه نفرم که کامیونی با خودش برده بود یا ماشینی برده بود که کارا رو بگیرن، میرن توی زیرزمین، نامه آقایی هم دارن، میرن اونجا این کارا رو میارن جلو که بسته بندی بکنن. آقایی از موزه میره، رئیس حراست موزه بوده، میره اونجا و میگه نه حق نداره، این کارا ضد انقلابه و شما اجازه ندارید این کارا رو از اینجا ببرین بیرون. میگن رئیس موزه است، میگه کاری نیست، بعد از بالا بیاد که اجازه بدن این کار رو بیاد بیرون. بعدها با رئیس موزه وقت دیدار کردی. یه کمی صحبت کن راجع به این که برداشت کلیت از او چه بود و چه حسی داشتی. میدونیم که به حال رفت آمد میکنه به ایران هنوز و چه گفتگویی داشتین و برداشت و چه به طور کلی جنبندی تو از نحوه برخورد اون با موضوع چه بود؟ رئیس موزه اون وقتی که من رفتم واقعا he was very kind, very حداقل sympathetic نسبت به موقعیت، خیلی احترام گذاشت. ولی تعجب کردم میدونی که یه همچین اتفاق از نظر من اتفاق بزرگی بود دیگه. در هیچ بقول خودش در هیچ موزه 120 تا کار اولا نشون داده نمیشه، ولی اونجا ما اینقدر کار نشون داده شد و حالا نیست. حتی من 20 سال بعد از اونم که رفتم موزه که رفتم با یکی دیگه رفتم که میتونست بره زیرزمین موزه، ما رفتیم زیرزمین موزه، یعنی اون میدونست به چه دلیل من میخواستم برم زیرزمین موزه رو ببینم، خودم نمیتونستم برم. اون بود که میتونست من ببره زیرزمین موزه. رفتیم، هیچ کدوم کارهای خیلی از آدم ها رو من اونجا دیدم، ولی هیچ کدوم از این کارا تو زیرزمین موزه نبود. البته کارهای کاغذی احتمالاً تو جعبه های موزه بود، ولی اونا رو که ندیدیم. بیشتر بخشی که کارهای بزرگ نگهداری میکنن، کارهای یکتایی رو مثلا دیدم، نمیدونم کارهای پورترهای شاه ملکه اینا تمام پاره شده، چاقو خورده، همه اینا رو میشد اونجا دید، ولی از این کارها خبری نبود. یا حالا یا برده بودن بیرون از موزه یا هنوز یه جای دیگه موزه هست یابنسین، هیچی ندیدم. خب بعد از اینکه ما قرار شد که آقای شفیعی رو ببینیم، من خیلی اشتیاق داشتم که بشنوم نظر اونو راجع به اون موقع و راجع به کارهایی که شد و یا بعدش چه اتفاقایی افتاد. خیلی واقعا کنجکاو بودم که بدونم که چی شد بعد از این قضایا. ملاقاتمون خیلی دیسپوینتینگ بود، خیلی مایوس کننده بود.
ام، هیچی یادش نبود، به طور کلی هیچی یادش نبود. ام، ازش سوال شد که چطوری منو ملاقات کرد. در توضیحش این بود که من جوان خجالتی بودم و اونو دیدم، ولی با خجالت ازش پرسیدم من میتونم اینجا نمایشگاه بذارم. منم گفتم بله میتونی نمایشگاه بذاری. من همینجوری واقعا شوکه شده بودم. بگه من هیچ وقت در هیچ زمانی از هیچ کس نخواستم که برای من نمایشگاه بذاره، در هیچ زمانی. اونم در اون وقت برای من از این کارا میتونستم، خود حس من با این کارا بود، من میتونستم به خودشم یا به کسی که کارا رو بود گفتم اگر فکر میکنی این کارا برای نمایشگاه، اگر فکر میکنی این کارا مسئله ایجاد میکنه، من دنبال مسئله نیستم و دنبال نمایشگاه نیستم و یعنی تا این حد. بعد این برگرده بگه که من نخواستم که اینجا اون برای من نمایشگاه بذاره. این ملاقات مربوط میشه به چه زمانی؟ 2020 که ما رفتیم سان فرانسیسکو برای اینترویو برای فیلمی که سارا ساخته بود. ولی برام خیلی جالب بود. ازش صحبت کردیم. این یادم نیست. خب شما چی شد اونجا بعد از، یادم نیست. بعد وقتی که اینا رو گفت، خب من اینا برده بودم دیگه، روزنامه رو برده بودم که بهش نشون بدم. گفتم خب ولی این روزنامه طوری نوشته شده که نه حالا من که هیچی، به موزه انتقاد میکنه. شما حتی توجه نکردین که این داره به موزه بشه. یادم نیست که در اون وقت به موزه میخواستن حمله بکنن خودشون. من یک خنده کرد. That was the answer. He couldn't do anything. I mean, he totally didn't واقعا یاد نمی آورد چی، یا اینه که چیز کرد، پوشوندش. تجربه اون نمایشگاه به این معنی بودش که تقریبا ایران رفتن برای تو ناممکن شد. بعد از اینکه از ایران اومدی بیرون، برای مدت بسیار طولانی دیگه برنگشتی. الان چه حسی داری، چه فکر میکنی راجع به ضربه‌ای که اون نمایشگاه به شخص تو زد و رابطت با ایران؟ میدونی خیلی برای من خیلی مهم بود که تو ایران بمونم. یعنی یکی از روز اولی که من آمدم تو آمریکا دوست داشتم برگردم. هی فکر میکردم که من برمیگردم و با یه همچین تفکری، حالا با یک امیدی که انقلابی میشه و ما در این انقلاب هستیم، آزادی رو حس میکنیم، دموکراسی رو حس میکنیم، میدونی اوضاع بهتر میشه و اینم ظرف یه مدت خیلی کوتاهی از بین رفت. و تنها جایی که من میتونستم باز بیام باز آمریکا بود. یعنی دوباره مثل این که از اول شروع بکنی به یه زندگی تازه. مثل من نمیدونم 35 سالم بود، 36 سالم بود وقت مثل که تموم شد، یعنی برباد رفت همه چی. این خیلی 1-2 سال خیلی سختی گذاشت که دوباره بخوام خودم اجاست بکنم تو آمریکا و بخوام کار بکنم. very difficult. نمیتونم برات توضیح بدم که چقدر سخت گذاشت.
از سال 59 تا الان که در سال 1402 هستیم، تو فقط یک بار به ایران برگشتی. آیا فکر میکنی امکان این وجود داشته باشه باید که برگردی امروز؟ ببین، من آخر پرزیدنسی خاتمی من رفتم، فکر کنم 1 سال یا 2 سال قبل از اینه که بره و خب میره کاری هم نداشتم، نمایشگاهی چیز نداشتم. اون بچه های اونجا هم تایید میکردن که اگر ساکت برم ساکت بیام ممکنه مشکل پیش نیاد. تصمیم قطعی داشتم که سالی 1 بار رو برم ایران، برای که مادرم تنها بود، کمی حالش خوب نبود، از خواهرام اینا بودن دیگه، ولی دوست داشتم برم بیشتر با اونا باشم. خب فکر کنم 2 سال رفتم، 2 بار رفتم. سال سوم که میخواستم برم دوباره این اتفاق افتاد که گالری هما یه نمایشگاه گذاشت از کارهایی که آقای ملکی که رئیس گالری بود می آمد آمریکا، کارهای نمایشگاه رو، کارهای از بچه های ایرانی می خرید و از این کارها یه نمایشگاه گذاشت. به اسم با این مضمون که آرتیست های ایرانی خارج با منتالیتی ایرانی، یه همچین تایتلی هم برای نمایشگاه بود. 2 تا از این کارهای منم به اون اندازه بود که هیچ چیزی سیاسی و اینا نبود. 2 تا کار معمولی بود. کار ناهید بود، ناهید بود، حاجزاده بود، هادی بود، بچه‌ای که خارج از و این کارا رو گرفته بود. دوباره روزنامه جمهوری، روزنامه کیهان آمد بیرون و آقای شریعت مداری نوشت که این نمایشگاه با بودن یا آدمایی مثل منم گذاشته نون اردشی رو اسم برده بود، اردشی محسن ناهید حقیقت، و منو به خصوص میگه که نقاشی که مستهجن ترین کارها رو نسبت جمهوری اسلامی انجام داده. نمایشگاه رو بستن. 4 ماه نمایشگاه هما بسته میشه و اون چیزی که آقای ملکی بعدها اینجا به ما گفت این بود که در ظرف این 4 ماه خانم هنگامه که اون وقت دایرکتور گالری بود اینو میبردن وزارت ارشاد، سیمجیمش میکردن که این کارا چی بوده، از کجا آمده اینا. اینا میگه که بخصوص کارای من رو یه سری پرینت میذارن جلوش که این آدم این کارا رو کرده، شما چجوری از این کار گذاشته؟ اصلا خبر ندارم چه کار میکنه، من اصلا نمیدونم این کارایی که ما گذاشتیم هیچ ربطی به اینا نداره. خلاصه بعد از 4 ماه اجازه میدن نمایشگاه، اجازه میدن گالری باز بشه. یه کار دیگه میکنن. زمان خاتمی تا قبل از خاتمی گالری ها اگر میخواستن نمایشگاه بذارن مثلا 30 تا کار رو میخوان نمایشگاه بذارن و عکس این کار رو میدادن وزارت ارشاد. وزارت ارشاد اینو تایید میکرد، گالری نمایش میذاره. خاتمی که میان میگه این کار نکنین، خود گالری دارا بکنن دیگه، عکس نیارن، خود اونا بگن مثلا این خوبه. به خاطر این نمایش که ما گذاشتیم و شریعت مداری حمله کرد، این پالیسی رو برگرداندن که دوباره آرتیست ها عکس کارا رو بدن به وزارت ارشاد، وزارت ارشاد تایید بکنه، بعد نمایشگاه گذاشته بشه. این هم یکی از اون اتفاقایی بود که شد. اتفاق دیگه هم افتاد در همون زمان. چند سالی بود که خانه هنرمندان
یه آقایی بود رئیسش به اسم قریپور. این کلی زحمت کشته بود و عده‌ای هم کار کرده بودن، ریسرچ کرده بودن، جمع‌آوری کرده بودن، کارای گرافیکی که من تو اون سالهایی که ایران بودم انجام دادم، مثل کتاب بچه، پوستر، همه اینا. این اتفاق روزنامه کیهان که میفته و اسم من توش میارن، خانه هنرمندان نامه میده به کیهان، از شریعت مداری تشکر میکنه که یک ضد انقلاب رو معرفی کرده که اینا داشتن ازش یه نمایشگاه میذاشتن و این نمایشگاه رو کنسل کردن. اینم بود. قریب‌پور این بیچاره چیز میگه که جمله خوبی میگه کیهان که ما این ضد انقلاب رو چجوری همینجوری میاد ایران، شما هیچ ازشون پذیرایی نمیکنین، میذارین همینجوری برای خودشون بگردن. بعد این گفته بود که معذرت میخوایم، ما همچین ضد انقلاب یا شما معرفی کردین ما داشتیم اشتباه میکردیم. این که میاد بیرون، این درست قبل از اینی که دیگه کارا بره نمایشگاه، که رئیس اون وقت خانه هنرمندان، من فکر کنم تحت فشار جواب داد از آقای شریعت مداری تشکر میکنه به خاطر این که یک ضد انقلاب رو به اینا معرفی کرد و اینا به اصطلاح از این غفلتی که کرده بودن معذرت خواهی کردن، از مردم ایران معذرت خواهی کردن که یه همچین کاری میخواستن بکنه. نامه قریب‌پور جای منتشر شد؟ نامش خود نامه نه، نامه رو ولی کیهان اشاره کرد که بلافاصله بیشتر از 2 روز بعد از بعد از مطلبی که شریعت مدار نوشته بود، فقط 2 روز یا 3 روز بعدش کیهان نوشت که رئیس فلانجا خانه هنرمندان معذرت خواهی کرده و متنی به این ترتیب نوشته که یعنی معذرت خواهی کرده از مردم ایران و آقای شریعت مداری که اونا هم میخواستن این کار رو بکنن. بعد از اون تو به این نتیجه رسیدی که دیگه هیچ گونه شانسی برای اینکه تو هیچ وجود نبود. کارهای تو از نظر برهنه نگاری و از نظر امر سیاسی هر دو برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. به هر حال تو کارت از یک سنت تصویری میاد در تاریخ هنر غرب که در واقع سنت نوده و یه بخش مهمی از در واقع بخشی از سبک کاری توه و همینطور کار تو به هر حال از نظر سیاسی خیلی بیان روشنی داره در بعضی از موردها. میخوام ببینم که اصولا تجربه تو با این تجربه اولیه‌ای تو با موزه تا چند اندازه تأثیر گذاشت روی زیبایی شناسی که تو داری، روی سبکی که تو داری. منظورم اینه که به هر حال کار تو از نظر سبکی چه به لحاظ برهنه نگاری و چه به لحاظ شخصیت‌های سیاسی که گاهی وقت تو کار تو به نمایش در میاد قابل پذیرش نیست توی سیستم حکومت اسلامی ایران. فکر میکنی این تا چه اندازه تأثیر گرفت از اون تجربه‌های اولی که تو داشتی توی ایران؟ زیاد من واقعا اهمیت بهش نمیدم که مثلا آیا ما میتونیم اینا رو، این برهنگی یا این کار سیاسی رو، حالا اگر بتونیم اینو مطرح بکنیم، نشون بدیم یا نه دیگه. بعد از نمایشگاه چیز که برام مسلم شد که نمیشه، ولی خب خواست من دیگه این نبود که من فالو بکنم اون دیکتیشنی که اونا به اصطلاح به من میخواستن انجام بدن که باید اینجوری باشه. قبول نمی‌کردن. یعنی فکر من این بود که ما به هر حال اگه من توی ایران باشم، خب احتمالاً
احتمالا ممکن بود که یه کمی شکل‌های دیگه‌ای داشته باشه کار، نوانس‌های دیگه‌ای داشته باشه، ولی کار همین بود، همین انجام میشد. ممکن بود حالا نیودتیش یا نباشه یا مثلا تا حدی باشه که مشکل ایجاد نکنه، یا بعدش دیگه برای من کاملا آزاد شدم. یعنی از اون قید و بندایی که ممکن بود آدم خودسانسوری رو مطرح کنیم، خودسانسوری که خیلی یعنی واقعا مسئله مهمیه، همیشه هم یخی ما رو گرفته بود، همیشه هم یه جوری درگیرش بودیم، حالا باز باشه، حالا اینجوری باشه، حالا اونجوری باشه، دیگه نبود. بعد از نمایشگاه، بعد از نمایشگاه موزه احساس واقعا آزادی راحتی کردم، یعنی دیگه هر کاری میخواستم میکنم، لختی باشه، آخوند باشه، فلان باشه، هر چی باشه، همه رو، فقط آخوندم نبود، رئیسای جمهور نمیدونم کسی دیگه بود میذاشتن، یعنی I didn't care anymore. دلیلی نداشت که مواظب باشم کسی بر نخوره یا بر بخوره. اون چیزی که نقاشی دوست داشتم باشه انجام میدادم. از همین نظر کارهای تو خیلی متفاوته با بسیاری از هنرمندای ایرانی. تو از این حق آزادی خودت استفاده کردی و به نقد قدرت، نقد دین و نقد تعصب ها پرداختی. دوست دارم به عنوان سوال آخر نظرتو بپرسم راجع به طور کلی آزادی بیان و هنر. چرا هنرمند احتیاج به این آزادی داره و در نبود اون آزادی چه بلایی سر هنر میاد؟ سوالی که میکنی واقعا سوال سختیه، برای اینکه محدوده آزادی رو هیچ جوری نمیتونی تعیینش بکنی، مگر اینکه شرایط اجتماعی بیاد به تو بگه که اینجا مثلا نمیتونی این کارو بکنی، اینجا نمیتونی این کارو بکنی. آزادی بعد این در تفکر ماها اگه بخواید حساب بکنی، اما از بچگی در ما جا افتاده، تفکر غیر آزاد، تفکر خودسانسوری، تفکر سانسور در ما جا افتاده. یعنی ما به سختی میتونیم، به سختی واقعا میتونیم به آزادی کامل برسیم. حتی بعضی از آرتیست‌های مثلا نمیدونم غربی رو که ما نگاه بکنیم، میزنه به سیم آخر، اصلا مهم نیست دیگه چه میذاره. این آزادی رو ما نمیتونیم داشته باشیم به اون شکل. ولی من سعی میکنم حداقل به دست بیارم، سعی میکنم با اون چیزی که در نهفته شده یا نهادینه شده در ما که خود سانسوری یا که سانسوره، با اون مبارزه بکنم، اون کنار بزنم. در واقع آزاد نیستم، برای که اون هست. مبارزه برای اینه که چطوری اون کنار بزنی. و این میگم حتی با زایده شده با ما آمده بیرون، یعنی طوریه که توی خون و پوست و اینا رفته، نمیتونی impossible. ولی اینه که نمیتونیم کاملا بگیم که من با آزادی رسیدم. من برای آزادی کار میکنم، من دارم سعی میکنم هم خودم آزاد بشم، هم اطراف آزاد بکنم. یعنی تو بتونی راحتی بدون قید و شرط این کار انجام بدی. I don't think من حداقل به اون مرحله رسیدم، ولی تمام کوشش رو میکنم. I don't care.